In this three-part video, you will see around 211 hand-woven silk rugs, which was displayed at the Hand-Woven Rug Show in Qom on November 2025. These rugs are woven by Iranian weavers from Qom city in Iran. You will listen to the interview with each of the manufacturers and have the ability to buy each of these rugs through us. Just send a code or a screenshot of the rug via WhatsApp and we reply with the price and options for worldwide shipping. Links are available in the video description. So let's start watching 211 Qom hand-woven rugs. Okay guys, here we have at Qom International Hand-Woven Rug Exhibition, and the most luxurious, expensive, top quality of silk rugs in all over the world. Let's go inside and what's going on here. خب الان سالن خرید کار. بفرمایید. پالیسی ابریشم زمینه سوخته‌ای تولیدی فرش خشک ایجاد قم 81 گره تار و پوت ابریشم زمینه سوخته‌ای تماما ابریشم دیگه، درسته؟ خیلی زیبا سوختش میگیره. بفرمایید مشخص بگید. فرش تولیدی فرش خشک ایجاد قم پالیسی تمام ابریشم تار و پوت ابریشم زمینه آبی چند رجه؟ 83 گره. تماما هم فرمودید ابریشم ها. محمد آقا یه چای برات بفرمایید. نه باید بشید. این زهرانی ابریشم تولیدی فرش خشک ایجاد قم. اینا همشون تولیدی خودتونن دیگه، درسته؟ تولیدی فرش خشک ایجاد قم. چند رجه این؟ 83 گره زمینه طلایی حاشیه عنابی تارپوت ابریشم چه پشم 40 ابریشم کرک 53 گره تولیدی فرش خشک ایجاد قم. این چطور؟ اینو همونه اونو توضیح بدم. بله اینو فرش پالیسی ابریشم تار و پوت ابریشم تماما ابریشم. بله تولیدی فرش رچه 80 فرش قم. اینا تولید چه سالی هستن؟ مال سال گذشته؟ سال گذشته است. بله. بعد چقدر طول کشیده بافته بشه؟ تقریبا 2 سال طول میکشه بافته بشه. یه نفره میبافن؟ بله. نه 2 نفر که بشینن 2 سال میکشه. پشتیه چطور؟ پشت مجوز فروش امکان پذیر است. لطفاً در اسرع وقت به ستاد اجرایی نمایشگاه مراجعه نمایید. نه زحمت نکشید. من باید کل نمایشگاه سریع تو عرض 2-3 ساعت جمع کنم برم. با زهرانی وارد بگم. این چند رجه؟ 80 رجه. با کلیشو بگیری. زهرانی ابریشم چند رجه؟ گلدانی 80 است. تولیدی فرش خشک ایجاد. جان؟ مارکشم بگیر. تار و پوت ابریشم نقشه زمینه سوخته‌ای نقشه گلدانی فرانسوی. بچه‌ها اگه اول 80% 20 سال 80% 20 در طور کتاب ابریشم تار و پوت ابریشم. این چقدر طول کشیده درسته؟
این ابعاد چقدر میدین؟ ابعاد نقشه گرفتم من فرش ماشینی بردم و دیگه شما مشتری خودتون رو دارید، یعنی اصلا نگران نباشید که نقشه‌تون رو کپی میکنن نمیکنن، به خاطر اینکه این فرش زمین تا آسمون با اون فرش فرق میکنه. یه عده دنبال اون فرشن، یه عده دنبال این فرشن، یعنی مثلا یه عده فقط دستباف رو میپسندن، اون یه فرش فیک میدونن، یه عده هم اونو دوست دارن. استاد خالیچه پشم 40 ابریشم ترک 50 رسیت گره تولیدی فرش خوش نژاد قم. این تمام کل که درسته؟ گل ابریشم. گل ابریشم تولید قم. بله. نخ تاپس، نخ نیوزلندی خارجی. رجش چقدره؟ مواد اولیه رج 50 تمام. 40 ابریشم. 40 ابریشم. خالیچه ابریشم هست بافت قم 80 رسیت گره تولیدی فرش خوش نژاد. خب چند رج هستش؟ 80 رج تورنجی. ابعادش هم که 1:1.5 دیگه درسته؟ نه 1 متر و 35 در 2 متر 2 متر و 5 سال 2 متر و 2 سال 80 رسیت گره. یه دقیقه اینو میگیرید؟ بله. خب بلش کنید لطفا. نه خب باشه بذار رو زردی ما بذار اینو برو بده. مشخصات اینو به من میگین تو ویدیو؟ خالیچه خب اونم پرده ایه. این الان 3 متری به حساب میاد دیگه درسته؟ این 4 متریه این 3 متریه. این چند در چند ابعادش بگید لطفاً. 140 140 240. بعد تعداد رجش چقدره؟ 83 4. چقدر وقت برده آماده بشه؟ چند نفر روش کار کردن؟ حدود 2 نفر روش کار کردن، حدود 2 سال و نیم. تمام ابریشم دیگه؟ تمام ابریشم. قیمت چقدر؟ قیمتم ابریشماش هم اسپورت غیر از حاشیه، لچک و زمینه اسپورت، یعنی 2 تا رنگ با هم تابیده شده به هم دیگه، تک رنگ نیست. اسم طرحش هم میشه بله طرحش راور کرمان. راور کرمان. این چطور؟ این کارتون به چه صورته؟ اینم گنبد 3 بعدی ما بهش میگیم. این طرح جدیدی حالت بعد داره، 3 بعدیه. تعداد رنگش هم حدود 37 رنگ توش کار شده. قیمتش چقدره؟ قیمتش هم در میاد برای ابعادش چند در چنده؟ 135 در 2. بعد این هم که تمام ابریشم به حساب میاد درسته؟ جان تمام ابریشم بله، تاروپوده تمام ابریشم قم. چقدر طول کشیده؟ برنده بهرام. اینم 2 نفر حدود 2 سال. برنده خودتونه بهرام؟ بله. خب این یکی چطور؟ این یکم 6 متریه، 3 نفر 3 سال کار کردن، سایزش 2 متر در 3 متر. رد شمارش هم همون 84-5 رد. قیمت چقدر؟ قیمت اینم براتون در میاد. خیلی آقا قیمتتون خیلی بالا. ریزه خیلی 9 متری فخاریان رو قیمت دادن. نه اون خب داریم. این چطور؟ 6 متری 500-600 هم هست. اینم پشم 40 ابریشمه، 4 متریه حدوداً، از 4 متر یه خورده کمتره. چند در چنده؟ بیشتر چند در چندش مهمه؟ 140 فکر میکنم 5 باشه در 2 25. این قیمت چقدره؟ اینم براتون در میاد. اونم باز دوباره 3 متریه. خب پشم 40 ابریشم گل ابریشمه.
خب اینم 140 در 210 سایزشه. مادرم داره، مادرم مثل حمید میاره. مربایش تازه که نمیشه بشه یه شرکت نمیشه. رجه چقدره؟ رجه این 65. رجه اون چند بود؟ اونم 65 یکیه با این رجهش. این قیمتش چقدر هستش؟ این قیمتش چقدرش؟ زهر و چارک بیزی رجه چقدره؟ 80. میشه باز کنید تو دست خودتون کج کله باشه؟ بسیار کفایت این ممکنه این فروش بره تو همین چند روز. آیه چی هستش این؟ آیه چه سوره ایه؟ آیت الکرسیه. شماره آیش هم دارین؟ شمارش نداره. نه گفتی 100 و چقدر؟ چنده؟ رجش چقدره؟ رشت حدود 70. حدود 70. این ویدیوها رو دست کم نگیرین. میدونم دارم میگم از ارقام داره کاسبی هم کرده این هم تمام ابریشمه دیگه درسته؟ این قیمتش چقدره؟ بعدی اینا رو حفظ کن چیز یعنی بس ویدیو باشه که یادت نره. اینم 1 در 1. خب این هم تمام ابریشم بود درسته؟ رجه اینا همه بالای 70 میخواید داش کنم یا همجوری میخواید بگید؟ حالا دفعه این 6 متریه؟ این چقدر؟ بله بافت خودمونه به نام جوادی. بالاش زدید ایران قم. اینو نمیگم همزمان با چند مشروع 6 متری درسته؟ مشخصاتش چی هستش؟ تکون بدید شما 80 در 140 سان 70 رج قومه. خدمت رو عرض کنم که بهش میگن نقشه پرنده. مال چه سالیه؟ سال نداره جدیده. بافت پارساله. اینو به عنوان چیز باید کارشناس به تایید کنه که اثر ملی نباشه، کار خیلی نفیس نباشه. کار قوم کار نفیسه. بله 100%. میرسی که متر مربعی $900 ارزش گمرکی تعیین میکنن. واقعا ما اینو بخوایم بفرستیم باید هم داخل پول گمرک بدیم هم اونور. این مشخصاتش به چه صورت هستش؟ این 1.5 در 2 قالیچه است. خب نقشه امیر نقاش هست. تقریبا 2 سال کشیده بافته شده. 2 نفر تقریبا کار کردن. چه برقی هم میزنه.
خیلی شد، خیلیه، این نگاه کنید کار پرزحمتیه. خیلی نه این نگاه کنید کارهایی که دومیشو کسی نداره. من نمیتونم اینو دوباره جاش بذارم. متوجهم چی میگی. این چطور؟ اینم این اسم نقشش چی هستش؟ همین نقاش هست. کار همین نقاش. اسم خاصی داره طرحش؟ نه دیگه بهش میگن همین نقاش، نقشه همین نقاش. این هم 2 نفر روش کار کردن. این کار این 1 نفره. چقدر طول کشیده این آماده بشه؟ اینا رو میپرسن. اینا هولوش 2 سال. 2 سال 1 نفر درسته. رجش هم 80 90 همون جوریه. آقا مشخصات اینو هم میگین. ابعادش که 6 متری درسته؟ نه این 2.5 3.5 هست. 9 متری. رجش چقدره؟ 80 بالا 90 پایین. یعنی چه 80 بالا یعنی 80 رج بیشتر هستش، 90 رج یه ذره کمتر. بین 80 و 90. این حاشیه‌هاشو چیکار میکنید؟ میخواین تحویل بدین؟ حاشیه‌اش زواره دوزی میگی درسته؟ این الان هنوز کامل نشده. این تازه از دار اومده پایین. فعلا گذاشتیم مال به قول خودمون داغ تنوریه. قیمت چقدره؟ تخفیف نداره؟ حالا بپسندید. این چند نفر بافتن؟ چقدر طول کشیده؟ این تقریبا 4 نفر بافتن. تقریبا هم 2.5 سال طول کشیده. این هم که فرمودید که 24 متری هستش. این رجش چقدره؟ این هم همون 80 تا 90. تمام ابریش هم دیگه درسته؟ تار و پود ابریش هم. کفش چطور؟ همه تار و پود ابریش هم دیگه. یعنی دیگه 24 متری در حقیقت 4x6 میشه دیگه درسته؟ 6x4. این چقدر طول کشیده درست شه؟ تقریبا بافته بشه 5 سال. 5 سال. چند نفر؟ این هم 4 نفر الی 5 نفر. مال سال کی تموم شده؟ چند سال پیش تموم شده؟ این 1 سال پیش تموم. 1 سال پیش تموم شده. قیمت چقدر برای 24 متر؟ اما الان صبح من بخوام این کار رو بزنم، خب باید برم 9.5 میلیون پول چله‌شو بدم. متر مربعی یا تقریبا این 1 کیلو ابریشم به چله میبره. فقط یه چیز بس وقتی که میخوام چیز بکنم بس 15 سنگ ابریشمشو همین الان بخرم بذارم کنار. مال کجا هستش ابریشمش؟ وارداتیه؟ وارداتی.
چی میدونستید دست باف میزنن؟ دست باف رو کلو کردن؟ نه چین نمیتونه. چین اگر میتونستی همچین کاری بکنه مثل مال ما نیست ولی کرده کرده، اما این کاری که باید بکنه نکرده. قیمت این چقدره؟ حسن